الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قبل از هر چیز ماجرای ناگوار و ضایعه اسفا و رحلت این پدر فرزانه را خدمت یکایک نمازگزاران محترم، عزیزانی که از جاهای دور و نزدیک لطف فرمودند، قدم رنجه فرمودند و در این مصیبت خود را با ما شریک نشان دادید، برای همه شما بالاخره این مصیبت را تسلیت عرض می نماییم. امیدوار هستیم که خدای عزوجل توسط قدوم شما و توسط نیت قلبی شما از بار تقصیرات و از بار کوتاهی های این میت گذشت بفرماید و باعث نجات و رستگاری امت مسلمه بگرداند. تذکرات سروران عزیزان خدمت شما داشتیم. میخواستم این تذکرات را در ابتدای سخنرانی بالاخره بیان بکنم با دلایل با مدرک، اما فرصت نشد. خسته نشوید، قدر شما ناقدری نشود. اولین تذکری که من خدمت شما دارم این هست: چرا در دیگر جنازه ها اون تذکر را ندادم، اینجا میخواهم بدهم. اول میخواهم از خاندان خودم آغاز بکنم. نگویید که مولوی نادرست میگوید، برای دیگران دعوت میکند، تبلیغ میکند، قانونگذاری میکند، اما برای خاندان خویش قانونگذاری نمیکند. اولین درخواستی که من از همه عزیزان سروران، چه از ناحیه ونج باشند چه از ناحیه یزغالان باشند، اولین تذکر من این هست به عنوان فرزند دلسوز: صدقه بالاخره همه وقت و همه روز پشت سر این پدر فرزانه هست. این تا وقتی که در قید حیات بود 4 ساعت در طول شبانه روز و در طول عمر سفره های رنگارنگ و پهناور این پدر فرزانه برای همه و همه اجنبی و بیگانه بالاخره فرش بود. اما این را میگویند از 40 سال و 2 سال و 1 سال و 6 ماه و 7 روز خبر نیست. فاتحه را همینجا بخوانید، چون در اسلام نیست، در دین نیست، در شریعت غرای محمدی نیست. های مردم ونجوی از غلام، منتظر نباشید که مولوی 7 میدهد، 40 میدهد، 6 میدهد، 1 سالی میدهد، 2 سالی میدهد. در اسلام نیست. همینجا نزدیکترین انسان به من مولوی پدر من هست. نزدیکترین، از همه دلسوزترین انسان برای من این بود و من هم از همه دلسوزی برای این دارم. اگر این کار ثواب باشد، جایز باشد، روا باشد، من اول در حقش میکنم. ها مردم فهمیدید؟ اگر دلیل بر 41 سال و 6 ماه و 2 سال و 7 و نمیچی دارید، هاتو برهانکم این کنتم صادقین، من در جلوی روی شما هستم. دلیل هایتان را مطرح بکنید، با چشمی سر میپذیرم. من نیافتم دلیل. صدقش همه وقت پشت سرش هست، اما اینکه صدقه را خواست به 7 روز و به 40 روز و به 6 ماه و 1 سال و 2 سال باشد، این فاتحه این را بخوانید. از مولوی این چیزا خبری نیست. از شما هم درخواست دارم، از مطالب و مسائل و مباحث دینی از علما بپرسید. ما در مطالب و مسائل و مباحث دنیوی از شما میپرسیم. شما شاید در مطالب و مسائل دنیوی
از ما بالاتر هستید، دینی ما از شما بالاتر هستیم. من برای پدرم این چیزا را نمی کنم. 40 نیست، سال نیست، دیگر چیزا نیست. صدقه هست اما روزش مشخص نیست. به اسم 40 سال و 2 سال. از شما هم درخواست میکنن که این بدعت را از رسومات خیش، این بدعت را از محفلهای خیش بردارید. صدقه دروازش همه وقت باز است، هر وقتی که خواستید بکنید، اما نام 40 را نگیرید، نام سال و 2 سال و 6 ماهی را نگیرید. 2 الان که جنازه پدرم اینجا خوانده میشد گوشاتون را باز بکنید. های مردم، نگوییدی که در جای دیگر من کرد اینجا من نمی کند. اول اینجا من میکنم. جنازه زمانی که قایم شد و خوانده شد هیچ کدامی از شما حق ندارد که صف بگیرید اینجا و یک نفر تلاوت قرآن بکند و دیگران دعا بکنند. این در شریعت غرای محمدی نیست، بدعت است، مکروه تحریمی است. یک حدیث فقط درباره این آمده است. سند حدیث را من 2 شب قبل بالاخره با مراتب تحقیق کردم. راویانی که در سند حدیث موجود هستند ضعیف هستند. اون حدیث دلیل گرفته نمیشد، حدیث ضعیف است. از این لحاظ تاکید من این است که اگر شما به نیت این که این خیر به پدر من برسد، این خیر نیست، چون در دین نیست. وقتی که در دین نیست اون بدعت است. و کل بدعت ضلالت و کل ضلالت فی النار. این چیز در دین نیست. می توانید در خانه های شما، پدر شما، مادر شما، برادر و خواهر و یار و دوستان شما اگر رحلت کردند و جنازه را اینجا خواندن، صف دیگر نکشید، برید به خانه های خیش. اگر زیاد دیلتان می سوزد در خانه بخوانید یا تلاوت قرآن بکنید و ایصال ثواب را در حق اون میت ببخشید. اما اینجا این کارا را نکنید. همین که جنازه خوانده شد عرضم به حضور شما که اون چیز صورت نگیرد. 2 سوم سروران عزیزان، وقتی که جنازش خوانده شد و تابوت را بالاخره به منزلگاه بردیم، از منزل نیایید در خانه من به عنوان این که چلیاسیم درست بکنیم. چلیاسیم نیست. من از اون ساده لوها نیستم که شما اینها دین را غریب میکنند، دین را غریب کردند. اینها دین را به جایی که قرن 21 است به عمق درجه ببرند، دین را به عقب میبرند. این چیز در اسلام نیست. دیگر چیزی که شما را تاکید میکنم سروران عزیزان اون این است که جوابنامه‌ای که ملاها بالاخره می نویسند و با میت میبرند در قبر میگذارند، با والله و بالله و تلا قسم، این یک نوع به احترامی نسبت به کلام خدا و نسبت به حدیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. زمانی که جوابنامه را من از قرآن و حدیث بنویسم و با این میت ببرم در قبر، این که فردا میپوسد، جسدش بوی میگیرد، جسدش میریزد، بوی خدا و با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مخلوط می شود، یک نوع به احترامی هم به خدا، هم به رسول خدا، هم به کلام خدا، هم به کلام حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تاکید میکنم که این هم در دین نیست. جوابنامه چی است؟ من بالاخره 3-4 جمعه قبل در مراسم پارلمانتی نماز جمعه در رابطه با جوابنامه صحبت کردم که جوابنامه انسان چی است؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. این است جوابنامه. این انسان اگر در وجود و وجدانش ایمان نباشد، جوابنامه این را از عذاب مشقت و شکنجه قبر، از سؤال منکر و نکیر میتواند نجات بدهد؟ خیال است و جنون است و محال.
تأکید دیگر سروران عزیزان، وقتی که جنازه این پدر فرزانه خوانده شد، تابوتش را 4 نفر میبردارند. وقتی که 10 قدم بردند، این 4 نفر تابوت را عوض میکنند، 4 نفر دیگر بالاخره تابوت را بردارند. سروران عزیزان، بگیرید منظم 3 صف درست بشد، سعی بشد، تلاش بشد 3 صف را درست بکنید، چون در حدیث نبوی آمده است هر کسی که سروران عزیزان در هر جنازه‌ای که 3 صف منظم بشد، اون انسان مغفور میشد، بخشیده میشد از جانب خدای عزوجل. از این لحاظ صفها را بگیرید، 3 صف را بالاخره منظم بگیرید و نماز جنازه سروران عزیزان خوانده میشد. وقتی که میت را داخل قبر گذاشتیم و بر سرش سنگ و خاک ریختیم و داخل خانه ابدی و همیشگی کردیم، اونجا تلاوت از حدیث حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ثابت هست و ثواب تلاوت برای میت میرسه. اینجا نآمده است در حدیث، در قرآن نیامده است. صفحایتون را منظم بگیرید. دوستان عزیز، 2 حق و حقوق سر شما دارد. این میت حقوق الله و حقوق العباد. حقوق الله را تا جایی که توان داشت، قدرت داشت، حتی وقتی که در آستانه مرگم قرار داشت، اشارتا نمازش قضا نشد، روزش قضا نشد، طاعات و عبادات و بندگی و بردگیش قضا نشد. خدا اگر پذیرفته باشد، عبادات ناچیزش را بنده تا اندازه قوه و قدرت خیش انجام داده است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما الان حقوق العباد بر سرش مانده. اگر از پدر من قرضی دار هست، قرض گرفته است، طلبگار هست، فرزندانش اینجا موجود هستند، حاضر هستیم طلبات شما را برآورد کنیم. هر کسی از هر منطقه‌ای که نباشد، اگرچه ما در وصیت نامه‌اش گوش کردیم که من در بیاد ندارم که کسی بالاخره از کسی قرض گرفته باشد، در یادم نیست، اما مجددا در تشییع جنازه اعلان میکنیم شاید الانسان مرکب من النسیان والخطا، شاید خطاان از ذهن من رفت است، حضور ذهن ندارم از کسی قرضدار باشم. کسی اگر بالاخره طلبگار از پدر ما هست، ما حاضر هستیم که طلبات شما را بالاخره جواب بدیم. هست کسی نماز جنازه اگر وصیت شما دیدید که من بالاخره برای خواندن نماز جنازه انسانها حریص نیستم، اما مطابق با وصیتش جنازش را میخوانم، اگر وصیت نمیکرد کسی دیگر شاید میفرمودن، لکن وصیت کرده است. از این لحاظ با نیت باشید نماز جنازهش خوانده میشه. الله اکبر. الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. رسم دنیا در همین است، آنکه آمد رفتنی است، بعد رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آنکه بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. عمر و جانت گرچه عمر نوح هم باشد، ولی شیشه عمر گرانم عاقبت بشکستنی است. تکیه بر ایمان خود کن، همراه شیطان مشو، ریسمان دست شیطان ظاهراً پوسیدنی است. ثروتت بند است بر شب، شهرتت با یک تبی، عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردنی است. دل مبند بر مال دنیا، مال دنیا بی وفاست، خرقه زر هم بپوشی سیم و زر نابردنی است. بشنو یک پند از دل خسته این روزگار، رسم دنیا در همین است، پند من بشنفتنی.